سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو. محمد آقا هستم. آقا امروز سومین گان این سیزن یعنی M13 رو آوردم براتون، همراه با گیم پلی و اتچمنت. و قبل از هر چیزی بچه لایک ویدیو رو بکوبید، چنل ما رو دنبال کنید و اگر تونستید یه کامنت زیر این ویدیو بذارید چون همه کامنت ها رو میخونم و یه حمایت بزرگیه از من. آقا بزن بریم. خب بچه بریم برای ادامه ویدیو و نکات آموزشی توی ویدیو. اگه خواستید رونمایی اکانت بذارم حتما تو کامنت ها برام بنویسید. یه رونمایی اکانت میذارم و در ضمن یک مرداد گردونه بیبی 50 میتیک رو قراره بزنیم، لول مکسش هم قراره بکنیم. حتما آنلاین باشید. فکر کنم میشه سه شنبه چهارشنبه. حالا اون موقع ویدیوشو براتون میذارم ساعت 2. بریم برای ادامه ویدیو. تو این مپا همیشه شما باید خط بگیرید چون اکثرا همه خط گیرن. الان اینجا نگاه کنید، من خط دره رو میگیرم یهو میبینم اومد و نتونستم بزنم چون هد من مشخص بود، هد شات شدم و این بده دیگه. چون همه خط میگیرن شما باید جای خوبی خط بگیرن، جای من بد بود. اکثرا تو لاین الان رفتن تو این لاین همیشه اسنایپر است و حواستون باید باشه که فلش بنگ نشید، یعنی فلش بنگ بندازید که اسنایپر نشید. چی میشه؟ آقا بریم من ادامه ویدیو. این اینجوری میزنی و این ما رو با گان مکانیک میزنه و ما با نیدمون میکشیمش. بریم من ادامه ویدیو. اینجا میریم، اینجا میریم یارمونو میزنه، همونی که این 44 لژندره. دوباره ادامه میدیم. اوکی، الان از چپ من انمی اومد و دیدید من اشتباه کردم، خط اونجا گرفتم. اونجا باید یار من میزد و من نباید اونو خط میگرفتم، باید چپ همون خط میگرفتم که چپی ها رو بزنم. اوکی، اینجا من زدن ولی باز با نیت مردن. بچه این واقعا پرک اوکیه، پرک نیت این سیزن واقعا بافش کردن، خیلی قوی کردنش، اصلا به شدت قویه. و راستی واسه باف و نرف، باف بچه یعنی قوی کردن، یعنی ارتقا دادن، ولی نرف یعنی ضعیف شدن. الان مثلا گانهای باف این سیزن M13، حالا خواستید اینا رو ضبط کنید یا بگیرید. گانهای باف این سیزن M13 VMP، حالا به ترتیب، حالا برای ویدیوهای بعدی گان 1 و 2 این سیزن هم براتون میذارم. اگه خواستید همه رو با هم یه ویدیو بکنم ولی تایمش طولانی میشه، حالا تو کامنت ها برام بنویسید. داشتم میگفتم گان 1 یوزیه، چند سیزن داره سلطانی میکنه چند سیزن قویه و هنوز بافش هم نکردن. بعد 117 این سیزن بافش، این سیزن نرفش کردن، یعنی تو بتل مثلا با اینکه نرف هم شده ولی با این حال میمیره. اینجا نگاه کنید دراپ شد، هر دو تاشون میزنم. نگاه کن اینجا دراپ شد، اگه نمیزدن وای میستادن اون دومیه منو میزد. آقا داشتم ادامه میدادم. گان سومم که M13، یکی از بهترین M13 ها، یعنی یکی از بهترین گان ها تقریبا تو مولتی M13. هم گان تندیه، تو بتل هم اوکیه، یعنی فایرت اوکی داره. یا دست تموم شد. داشتم میگفتم فایرت بالایی داره یعنی اوکی، یعنی اگه خواستید، حالا میتیکش بکنم رفت از بازی، اگه میتیکش دوباره اومد میتیک اوکی هم هست، خواستید بزنید. اینجا من میام اگه یادتون باشه اول ویدیو اون که 44 اومد اینجا و همشونو الان اینجا رنده میکنه. این برادر حال پخت و پز است. بله اینجا الکی راش شدم. اشتباهی من اینه که همیشه راش میدم، طرف خط با اسنایپر گرفته بود و من راحت زدم. بریم برای ادامه ویدیو. بچه این چیز خاصی هم نیست، یعنی من میندازم چیز خاصی نیست، فقط دارم گیج میکنم که مثلا بگم من دارم میام آماده باشید الان دوباره من دارم اشتباه میرم. من باید آفرین الان باید از این ور میرفتم چون که وسط راش میدادم، وسط رو یاران بودم، باید از این ور میومدم چون ممکن بود انمی ها از این ور بیان. اینجا یکیشون رو به این صورت یارم میزنه چون وسط بودن یارم خوردنش. اینجا اینو میندازیم. نگاه کنید الان بک مونم، اشتباه کردم راش شدم، نباید راش بدادم. طرف با مکانیک داره رندمون میکنه، برادر در حال پخت و پز است.
بریم برای ادامه ویدیو. این دیگه داشت خیلی زیاده روی میکرد، یارم زد تو گوشش گفت بیا پایین بچه. بریم برای ادامه ویدیو. اینجا اینی به این شکل میزنم، اینجا این منو با 117 دیدید 117 گانه با این که نرفم شده راحت میزنه، یعنی اصلا نه اتچمنت خوب. اگه بخواید برای 117 بندازید، من اتچمنت هم بتل دارم هم مولتی، حالا خاصی تو کامنت ها بگید اتچمنت 117 کلا گانای این سیزن رو براتون تو یه ویدیو بذارم، چون دونه دونه بذارم یکم طول میکشه و زیاد میشه. حالا مثلا در حد 15 دقیقه براتون ویدیو میذارم. بریم برای ادامه ویدیو. اینجا من خط گرفتم، یارم کاشو تمام کرد، ولی این 117 زد، ولی چون میدونستم دمیجی راششو دادم. این نکات واقعا باید حواستون باشه توی رنگ، مخصوصا اگه خاصی. حالا این سیزن حالا من نتونستم زود کارامو شروع کنم، از الان شروع کردم. اینجا دراپ شات زدم، اینم چون میدونستم والبنگ میخوره والبنگش زدم. اتچمنت یه جوریه که والبنگ هم میخوره. حالا اگه خواستید من واسه سیزن 7 که قراره بیاد، در واقع فصل 3، یکی از بزرگترین آپدیت های کال آف دیوتیه، اونم واسه تون ویدیو میذارم، گانای اوکیشو برای شما میذارم، اتچمنت ها رو همه رو میشینم چک میکنم و ویدیو تمام شد. چقدر زود گذشت، خیلی خوش گذشت. آقا با آخرای ویدیو نزدیک میشیم. اتچمنت عالی چیدم، اگه خواستید بردارید استفاده کنید، رنگ و مولتی و کلا. حالا اتچمنت بتلی هم به الان بهتون میدم. اینم اتچمنت واسه مولتی که اوکیه، واسه بتل هم الان یه اتچمنت میدم. تا قبلش بچه‌ها لایک این ویدیو رو بکنید، برای شما چند ثانیه است ولی یه حمایت بزرگیه از من. حالا ادامه رو داریم میبینیم. اتچمنت اوکی هم دیدم. الان این اتچمنتی که دارم میذارم واسه بتله. الان به جای آره درسته این و به جایش لیزر میذارم. این اتچمنت واسه بتله، خواستید بردارید. حالا میتونید به جای لیزر خودتون انتخاب کنید دیگه، اینجا فایرت رو باید بالا یا دمیج رو. این واسه بتله. آقا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.